ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنهدر. آیا حسین رضی الله عنه غیب می‌دانست؟ شیعیان همواره در کتاب‌های خود و در داستان‌هایی که در مورد حسین رضی الله تعالی عنه روایت کرده تکرار می‌کنند که حسین تشنه در میدان جنگ به شهادت رسیده است و بنابر همین باور روی مخزن‌های آب می‌نویسند بنوش با یاد حسین. اما پرسش اینجاست با توجه به اینکه ائمه در باور شیعه غیب را می‌دانستند، آیا حسین نمی‌دانست هنگام جنگ به آب نیاز پیدا خواهد کرد و تشنه خواهد مرد و نباید مقدار کافی آب برای خود تهیه می‌کرد؟ و آیا فراهم نمودن آب در جنگ از ضروریات نیست که باید در تجهیزات به فکر آن بود؟ وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. در صورتی که الله متعال می‌فرماید وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تا جایی که می توانید برای مقابله با آنان یعنی دشمنان نیرو و تجهیزات جنگی فراهم کنید و همچنین اسب‌های ورزیده برای میدان نبرد تا به وسیله آن دشمن الله و دشمن خیش را بترسانید. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم والعمر زمر كالصبح جلالتها هم نور الأرض المنتشر. زمر كالصبح جلالتها هم نور الأرض المنتشر.